سلام برابکس، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین ویدیو چنل یوتیوب ما. تو این ویدیو قراره که منتخب 4 تیم ایرانی با 4 تا تیم اروپایی خفن بازی کنن. استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و سیتی، بارسلونا، رئال و بایر مونیخ. خب ببینیم بازیکنای رندوم به ما چی میدن. اوه خوبه. بریم برای رونمایی از 3 تا مهاجم ما. کاکوتا، دابو و اورونوف. چه خط حمله قدری، همون اول کار. اون طرف برای رئال مادرید دیبروینه، هالند و بیلینگام. اوه چه رقیبای سختی. بریم بچهای ما با غیرت. اینم چیدن ترکیبمون و اینا. من براتون البته ادیت میزنم و با سرعت میریم جلو. خب دیگه اوکیه. اینم از ترکیبمون. بازیکنای خدای خوبی بهمون داده، هم تو خط حمله و هم تو خط دفاع. البته اون طرف هم خیلی بهشون قدر داده. امیدواریم بتونیم ببریم بازیو. خب بریم برای بازی شروع میکنیم. ما کنانی برای رافائل سیلوا. واقعا منتخب تیم ایرانی عجب چیزی در میاد. برناردو سیلوا وای زدم. حالا پاس در رو بده. رفتم. این تو گله. بزن دیگه. چیو گرفت خدایی کورتوا. وای چی زد رامیرزایان، دمش گرم. پرتا برای رئاله. همینجا پرس میکنیم میگیریم. پرس کنیم گرفتیم. برید بچه ها قدرن. به وای چه اشتباهی، چه پاسی دادم. وای چی زد سانه، چی زد. خوب شد نخوردم. فودن من زدم به خدا توپشو نشد. دمت گرم. مرسی گلر. این هم از رافائل سیلوا. ضربه سر. به رفتیم پاسو بیره سریع تر دیگه بابا. رو زمین من چی اولی بود. خدایی دوتا موقعیت خطرناک اونا داشتن. بریم تغییری هم توی ترکیب بدیم. خوب بوده. اینو برم بیرون، ولی بذار بیارم. بذار برمش بیرون. این هم از این هم آوردیم تو. بریم برای بازی. برای خدایی جلو همچین بازیکنای خیلی خوب بازی کردیم. ماشاری پوف. وای چیو نزدم. باورم نمیشه. آوانتاژ چی بد زدمش دیگه. بکنم کارت بده. کلیپو زدم. نزدیک بود سوتیو بدم. رافائل سیلوا رو. به حمله. بده خطو. رفتم برای گل. وای چه قیچی. وای خدا کاشون گل میشد. بلانکو خیلی پیسش پایینه، ولی خب به توپ رسید. اون که آفساید خودمون زدیم. ای وای گیریو کردم ولی توپو زدن. اون طرف رفت زدم. نه بریم برای حمله. بزن. وای بلاک شد. حیف. این طرف اگه بگیرم سانت میکنم. ای نگرفتم. خودش پاسو داد. نه چه دقیقه 67 هنوز گل رو نتونستیم بدنیم. خدای نیمه دوم خیلی خوبتر اومدیم. ما زیاد فرصتی نداشتن. اون پدی داد برای کانسلو یا خود. زدم. بریم وای بابا خط تو بده. چه پاسیه. مرسی. چیو خطا گرفت. من توپو زدم رو فود. به خدا یا علی دروازه. ولی همیشه کاشا رو قدر میزنن. گل که سر اول ماییم. ایزی. بریم برای زدمله. برسه برانکو.
کاکوتا رفت. کاکوتا چقدر کاکوتا بعد دریبلینگش. بچرخ آفرین. ساده بده وسط تو. تگز ای آفساید. وای وینگر رو داد. من خواستم هافبک وسط رو بدم ولی خب وینگر رو داد. رافائل سیلوا خدایی همه سرهای اول رو میزنه. هر ضربه رو من میزنم همه رو میزنه. این دیگه نه. این دیگه یه حمله است. کاکوتا وای شوتو زدم و از قبلش ولی نرسید به تو. خوب دفاعشون قدر خودم. برو باش. مرسی. یه ضد حمله بده اون ور بده بابا. برو پاستو بده بزن. برگردوندم عقب. اشتباه کردم. خیلی اشتباه کردم اونجا. وای نه اوکیش میکنم الان. نه اشتباه کردم. اون موقعیت برگردوندم دیگه اورونوف. این دیگه گله. وای بالاخره گلو خورد. اونم ریباند. هر چی زدیم نشد. به میلانکو هم گلو زد. واقعا چه زودی شدم با اورونوف. مرگیار دقیقه 91 گلو بود. رقیبایی مثل دیبروینه و فودن و هالند بزنید واقعا باریکلا داره. که پاسو دادم به بلانکو اصلا هم آفساید نبود. بعد اینجا ریباندش من خیلی خوب توپو کورتوا گرفت. خواستم بگم وای دیگه توپش اومد دست خودم شوت زدم و یعنی چه واسه میشدم. چیزی هم نموند. سوت پایان. به این عملگرد یکیچ تیم منتخب 4 تیم برتر ایران و 4 تیم برتر اروپا که واقعا دوتا تیم خیلی قدر در اومدن بازیکنای رندوم. با بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودیم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید تا ویدیوی بعدی. خداحافظ. دوستتون دارم.